آیا زندگی بی‌معنا و بی‌هدفه؟ این سوالیه که توی دوتا انیمیشن کارتونی بزرگسال یعنی ریک اند مورتی و بوجک هورسمن بررسی میشه. در حالی که جنبه‌های کارتونی این سریالا باعث میشه خیلی از کسایی که سریالو ندیدن اونو به چشم یه اثر کمدیک و سرگرم کننده ببینن، در واقعیت ابعاد فلسفی و روانشناختی این سریالا تاریک‌ترین گوشه‌های ذهن انسان رو واکاوی میکنن. در حالی که ریک سانچز با تفنگ پورتالش از یک واقعیت به واقعیت دیگه میره و دنیاهایی رو تجربه میکنه که گاهی بامزه، گاهی ترسناک و گاهی عجیب و غریبن، اما در آخر هیچ کدوم از این اتفاقات باعث ایجاد حس رضایتمندی در اون نمیشن. Whatever, quote unquote, Morty. از اون طرف بوجک هورسمن هم که بازیگر پولدار، خوشقیافه و معروفه، مدام احساس گم بودن و سردرگمی میکنه، چون یا نمیدونه توی زندگیش باید چی کار کنه. I don't know how to be, Diane. Doesn't get better and it doesn't get easier. و یا انتخابایی که داره اونقدر زیاده که باعث اضطرابش میشه. What should I do? Make a break for it? Drive to Mexico, start a new life there, meet a local girl, fall in love? Oh, what am I gonna do? The walls are closing in! سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اگه دسترسی پیدا کردن به دنیاهای موازی نامحدود و ماجراجویی کردن توی اونا و پول، شهرت و امکانات نامحدود نمیتونن ما رو خوشحال و راضی کنن، آیا چیزی وجود داره که بتونه به زندگی ما معنا بده؟ و اصلا این حالتها و ناامیدی‌های انسان مدرن از کجا نشأت میگیره؟ طی چند قرن گذشته چند تا ضربه اساسی به باور انسان‌ها در مورد جایگاهشون توی هستی و تصورشون از خودشون وارد شده. اولیش زمانی بود که گالیله ثابت کرد که ما مرکز هستی نیستیم، بلکه توی یه سیاره کوچیک داریم به دور یه ستاره میچرخیم. ستاره‌ای که بعدا فهمیدیم حتی بزرگترین هم نیست. این کشف باعث شد تا انسان‌ها از آسمون به زمین بیفتن و مرکزیت خودشون رو از دست بدن. بعد از گالیله نوبت چارلز داروین بود تا با کشف فرگشت و مرتبط کردن پیشینه زیستی ما به بقیه جانداران شک و تردیدها در مورد روایت غالب خلقت رو به حد اکثر برسونه. ضربه بعدی رو زیگموند فروید با مطرح کردن مفهوم ناخودآگاه وارد کرد. این مسئله که بیشتر حیات روانی ما توسط سائق‌ها و فرآیندهای ناخودآگاه کنترل میشه. و این مسئله که تصور اراده آزاد تو این چارچوب بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشه یه حالت وهمیه. و ضربه آخر رو فیزیکدانان مدرنی مثل انیشتین و شرودینگر با پیش کشیدن مفاهیم نسبیت و عدم قطعیت وارد کردن. نتیجه این کشف‌ها سنگین شدن بار پیدا کردن معنا توی زندگی بود. و در واکنش به این بحران‌ها دو تا فلسفه پوچگرایی نهیلیستی که ما توی سریال ریک اند مورتی نمودشو می‌بینیم و پوچگرایی اگزیستانسیالیستی که توی بوجک هورسمن بررسی میشه طرفدار پیدا کردن. برای ریک مسئله هدف توی زندگی حل شده است. اون که عملاً همه چیز رو دیده و تجربه کرده به این نتیجه میرسه که هدف نهایی برای انسان سرگرم شدنه. وجود جهانهای موازی بی انتها توی هستی، فراگیر بودن، متداول بودن و خاص نبودن حیات و زندگی رو نشون میده. It's fine. Everything is fine. There's an infinite number of realities, Morty. And in a few dozen of those, I got lucky and turned everything back to normal. اهداف برای ریک کوتاه مدتن و همه چیز قابل تعویضه. چیزی که برای ریک اهمیت داره خوش گذروندن و ماجراجویی کردن به قصد ماجراجوییه، نه اینکه به دنبال هدف و یا معنای خاصی پشت اونا بگرده. اینو نگاه هستی شناختی به زندگی رو میتونیم توی چارچوب نظریه فیلسوف فرانسوی آلبر کامو ببینیم. از نظر کامو انسان بین تمایلش برای کشف معنا توی زندگی و بی‌معنی بودن ذاتی هستی دچار تناقض و تضاد میشه. مثال معروف کامو برای توضیح این مسئله زندگی ابدی سیزیوفه. کسی که از طرف خدایان محکوم شده تا یه قطعه سنگ و بالای یه کوه ببره و همین که به نوک کوه میرسه این تخت سنگ قید میخوره و دوباره به جای اولش برمیگرده. سیزیوف باید این کار رو تا ابد انجام بده. کامو باور داره که زندگی ما هم در نهایت هیچ معنای غایی نداره و ما مثل سیزیوف درگیر یه سری تکرارهای بیهوده شدیم. با این وجود اون فکر میکنه که ما باید سیزیوف رو یه آدم خوشحال بدونیم، چون بعد از هزارمین باری که تخت سنگ پایین میفته اون در نهایت پوچ بودن زندگیشو درک و قبول میکنه و تصمیم میگیره که فارغ از هر نتیجه‌ای خوشحال باشه. ریک هم وضعیت مشابه سیزیوف داره. به همین خاطر هم است که اون حاضر میشه به یه قاتل بین کهکشانی سلاح بفروشه تا بتونه چند ساعت توی شهر بازی مورد علاقه‌اش خوش بگذرونه. با این دیدگاه جایگاه مسئولیت کمرنگ میشه و به حاشیه رونده میشه. در مقابل ما پوچگرایی اگزیستانسیالیستی رو داریم.
که ما رو دارای اراده آزاد میدونه و به ما انتخاب میده و میگه که ما خودمون مسئول ایجاد معنا توی زندگیمون هستیم. You're responsible for your own happiness, you know? I'm responsible for my own happiness. I can't even be responsible for my own breakfast. اما مشکل اینجاست که توی انتخاب کردن همیشه مقداری از عدم قطعیت وجود داره و اونطوری که کیرکگور میگه در نهایت ما هر تصمیمی که بگیریم یه سری پشیمونی‌ها رو خواهیم داشت. و این دقیقاً همون نکته‌ایه که سریال بوجک هورسمن میخواد بگه. زندگی سخت و پر از چالشه و مفهوم پایان خوش یه چیز ساختگیه. حتی اگه شما بدترین روز زندگیتون هم تجربه کنید، همیشه روز بعدش هست که روز بهتریه و بهترین لحظاتتون هم همیشه لحظات بعدش رو به دنبال داره. Look, the wedding was great. I mean, I guess I got a happy ending, but every happy ending has the day after the happy ending, right? And the day after that. بوجک شخصیتیه که به این مسئله باور داره که یه چیزی هست توی زندگی که قرار اونو خوشحال و خوشبخت کنه و اهدافی مثل کسب تایید پدر و مادرش، جبران کردن گذشته و یا برنده شدن جایزه اسکار رو دنبال میکنه. جالب اینجاست که حتی با رسیدن به اون اهداف انتظاراتش برآورده نمیشه. You're an Oscar nominee. How do you feel? I feel the same. در مقابل ما کاراکترهای دیگه‌ای مثل مستر پینات باتر رو داریم که معنای زندگی رو توی همون کارهایی که تو لحظه انجام میده میبینه. The key to being happy isn't to search for meaning. It's to just keep yourself busy with unimportant nonsense and eventually you'll be dead. احتمالاً همه ما شخصاً تجربه هر دو این فلسفه ها رو داشتیم. لحظاتی که با خودمون گفتیم که هیچی اهمیت نداره. ما ریک و بوجک رو دوست داریم چون دیدن زندگی اونا به ما این اطمینان خاطر رو میده که ما تنها نیستیم. وجود چون این فلسفه هایی باعث میشن تا بحرانهای وجودی ما به رسمیت شناخته بشن. در نهایت چه به یه نیروی ماورایی باور داشته باشید و چه هستی رو یه جای خالی و سرد بدونید، چیزی که ما حداقل تا حدی روش کنترل داریم و میتونه وضعیت زندگی خودمون و دیگران رو تغییر بده اعمالمونه. ما باید سعی کنیم که تبدیل به بهترین ورژن خودمون بشیم تا هم برای خودمون و هم برای دنیا یه نیروی مثبت باشیم و تضادهای زندگی بظاهر بی‌معنی رو در شخصیت بزرگی که میسازیم حل کنیم. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید لطف کنید با سابسکرایب کردن و لایک کردن ویدیو از کار ما حمایت کنید.